با همه مخلصان عزیز و برادران گرامی‌قدر و بلاگرانم نیز چی گفتنی دارم. چه خیلی که در صحبت منصور نعمتوف بسیار یک صحبت خوب کردم با سایمرو دولتوف اکای دلوار جان. بسیار سخنای خوب میگن. من این بلاگرها میتونن اینو توجیستان آباد کنن، میتونن ما توجیکای جمع کنن. و بعضی بلاگرها بسیار میبینم گپای فچ، بسیار گپای بسیار چیو مینویسین. من در برزی من هم دروغ گفتم به شما من گرفتین برو وردین. چه خیلی که استاد گفتند که همین پشر بیکی اگر 100 گلم باشه، اگر هم طوری گل میگذره که با طلاق میداره داریم با طلاق میداره، هم چیزی که اخلاق هست هم طوری اخلاق میشینه. نه که اگر 100 با طلاق باشه در بینش یک گل باشه زنبور میره و همونجا میشینه، همون خش میکنه. اگه ایرا خلاصه برونی که چی معنی داره ای برای هم ما همین یگون تا شما خفه نیستم باز من بخش پرسیدم، من دست کشیدم هم بلاگر التماس از شما خواهش دارم که خیلی چقدر من برزید من دروغای گفتم مردم هم فکرشون عقیدهشون دیگه کردیم خصوصی مرا من همش باز منم بخش میپرسم همه شما من دست کشیدم و التماس خواهش میکنیم که همین چیزای زبطایی که بود همش رو دلیت کنه. این خواهش من را بمونین. انشالله ایام پرسموت رو میبینین، پرسموت رو میگیرین، پولم کار میکنین. اگر که مثال که شما که نه من برادر هستم، من نسبت شما چیزی گپ ندارم. شما میدونید که در سایت شما چیزی شما را کسی برورا شما میتونیم سایت رو محکم کنین. این لوجش هسته. من دو سایت خدمت من برادرگه محکم کردم. از شما خواهش میکنم با خوبی با برادری التماسی که بین ما دیگر هم خیلی برادری بمونه. همین چرا دیگه چرا کار کنین، من چیزای نو بمونین. انشالله ما با هم برادر هستیم میمونیم و چیزای خوب بروریم که در خدمت یکدیگر باشین. شما گفتین که ای خدا بترسی ای بازی دست بکش، شما ای خدا بترسی همین چرا کار کنین. خواهش برادرانه من همین بلاگرو من در شما چاخه من نمیشم، شما چاخه نشیم. اگر گپ داشته باشه منم 980 999 3708 نمره ما SMS کنه که من فرمانچه‌ام گپ دارم تو. من در خدمت شما من گپ پراموی قطعی خطون گپ میزنم. خواهش میکنم همین چیزا رو کار کنین اگر ایمان داشته باشین. اینمی بخشی پرسیم من بمونین. هر یک نکنین اگر من جل مینیسم من محکم میکنم کانال را. التماس برادری ما تو آخر بمونه. زنده باشه، خدا نگهبان باشه، خداوند همه ما را هدایت کنه.